چشمه ایلا که از آب رکناباد بلند میدانست و تا آخر عمرش درباره این چشمه و این دیار فقط شعر گفته است. باور کنید هر وقتی که ما با همون طرف سفر میکنیم ساعتهای 3-4 شب هم میگشتیم، منم مجبور بودم که تا افت ماشینه من چشمه ایلا کف می نوشم بعد میریم. حتی شبایی بود که ساعت 3 شب دروازه را سنگ زده قلاوش یافته آب نشده بعد آمدگی هستیم. بعد یک بار همین خیال گفت ما گفتم چشمه را دوست می‌داری؟ گفت که آخه چشمه وطن انا در کنار همین کلان شدن. بعد من یک شعر دیگه کرده گفتم که اگر مهروی فیض آباد به دست آرد دل ما را، زیروی لطف فرماید به سویم روی زیبا را، اگرچه خواجه حافظ کمی کم همتی کرده است، به خالی روی او بخشم تمام روی دنیا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهیم یافت، لبی سرچشمه ایلاک و فتیر قاق شوربا را. زی دست خوبرویانش هزاران داد و 100 فریاد، چنان بردند صبرت چو زاغان مغز خرما را. سحر از خوابی گران خستم و دیدم که دری آغلی من بازو خرم نیست و یک باره سرم چرخ و دلم گم زد و بالای تپک ششتم و گفتم که خدا بچه شهمردی تگی چادری عروسکی تا بکشم مردک خردست که جای خرکی بوری شکمدم سرکت مثل نمکدانی زنم خوشه ایدم تا به زمین چشمان ترا مرکزی آپتیکی بسنجیده و گفتا که سنایپر یا که دوربین نتوان دید چون این تزبینی و دوربینی که در چشمی خرید توست. صدای هنگی ترا مرکزی اردوزی اسینگ جنرال پیتر آف بچینو دست و بگفتا منه نوژم تکای عشقی زوردی برای воздушный тревога هم گوژوای ترانسپورت. صدای ضربهش چنان سخت که در تخته پیشانی جرأت چنان زد و چاپا شده چارها و گویی که جکی چند یا که بروسلی نتوان زد چنین ضربه سختی که ترا کردن نکویده و را کشت چنانی که بزد مرد عراقی با کلوش در سر جورج بوش. همین شعرهای خسکی قطعی و لطیفهای ظریف قطعی خاطر استاد شاد میکردیم تا بود فرهنگ تاجیک نام او ماند مقرر، نه در اول نه در آخر همچو گل در بین دفتر.